بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله تعالى. هناك بعوني الله سبحانه وتعالى الله درس درس از کتاب شرح شروط الصلاة و ارکان آن و واجبات آن آغاز میکنیم از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. شرح باشد از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد العباد البدر. الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. ما از کتابای این شیخ قریب که یگان کتاب را درس کردگی نیستیم الا اندکه. نه خب، شیخ شارح می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خب، الحمد لله رب العالمين، تمام حمد و ستایش تعریف لایق برای الله حق سبحانه و تعالی است، زیرا که الف لام استغراق است. خب، رب العالمین پروردگار جهانیان را، رب در اینجا بدل شده است از وکیم تابع شده است از لفظ الجلاله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. و الله درود و سلام فرستد و برکت عطا بخشد و بنده خود و بر رسول خود پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. شیخ عثیمین الله رحمتش میفرماید که صلاتی که الله و پیغمبرش میفرستاند و یک مخصوص یک دعا، یک صلات است که و جز الله کسی نمیداند. و علی آله و اصحابه اجمعین، و به خاندان و به جمیع اصحابش بود. اما بعد، فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اما بعد، یعنی اما بعد از حمد و ثنا برای الله سبحانه و تعالی و درود و سلام و برکت برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و به خاندان او و به اصحاب او، فهذا شرح، بس این شرح است. این کتابی که ما در دست داریم شرح است. شرح نسبت به کدام رساله؟ شرح رساله شیخ الاسلام است. فهمیدید؟ یعنی این شرح است برای رساله، یا که شرح رساله شیخ الاسلام است. شیخ الاسلام یعنی محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی، المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. این رساله شامل شرطهای نماز، ارکان و واجبات نماز است. یعنی این رساله شیخ الاسلام در برگیرنده است، به خود در بر گرفته است شرطهای نماز را و ارکان و واجبات آن را. فاقول، بس من این شارح گفته است شيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى مفرميت: فأقول قد اشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة 9. يعني إن رسالة، يعني رسالة شيخ الإسلام واقعا در بر گرفته است 9 شرطهای نماز را. یعنی معلومات درباره همون رساله شیخ الاسلام داده ایستاده شیخ. یعنی
این رساله شیخ الاسلام در بر میگیرد 9 شرط های نماز را، 9 شرط های شروط صلات، نه، و ارکانها ال14 و 14 رکن نماز را در بر میگیرد، و واجباتها 8 و 8 واجبات نماز را در بر میگیرد. یعنی به اختصارا بگیم رساله شیخ الاسلام 9 در این یعنی که 9 شرط نماز است و 14 رکن نماز است و 8 واجب نماز است. اینا را از یاد دانستن در کار است. بارک الله فیکم. و عند ذکره رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث ذكر شروط الطهارة 10. وقتی که شیخ الاسلام در رساله خود شرط 4 نماز را ذکر میکند، وقتی که شرط 1 الاسلام و شرط 2 مثال ذکر میکند که چی است تمیز، و وقتی که نوبت به شرط العقل و تمیز، وقتی شرط 4 که میرسد از شرط های نماز که مراد از شرط 4 چی بود؟ بارک الله فیکم. و هو رفع الحدث، یعنی طهارت کردن است. خیلی که در متن گفتیم، فهمیدید نه؟ یعنی از خود حدث را برطرف کردن است. در همین جا توقف میکند، دیگه دوام نمیده شرط های نماز را و شروع درباره طهارت میکند. ذکر میکند شرط های یا که بگیم 10 شرط طهارت را ذکر میکند و فروض الوضوء 6 و 6 فرض وضوء را ذکر میکند و واجبه الذي هو التسمیه مع الذکر و یک واجب وضوء را ذکر میکند که مراد از آن در برابری به خاطر رسیدن بسم الله گفتن، در برابری به خاطر رسیدن بسم الله گفتن، و نواقضه 8 و 8 شکننده های وضوء را چی ذکر میکند. و فی کلامه علی ارکان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار، و در رفت سخنش با ارکان نماز، وقتی که ارکان نماز گفته میگذرد در همون گفته گذاشتن سوره فاتحه را به طریق اختصار معده کرده، کوتاه کرده تفسیر میکند و شرح الالفاظ الاستفتاح والتشهد و شرح میکند، یا که شرح میدهد لفظی یا که کلمه های بگیم دعای استفتاح را، یعنی سبحانك اللهم را، و التشهد و کلمه هایی که در تشهد آمده است. این معلومات درباره چی؟ درباره رساله شیخ الاسلام گفت شیخ در این خطبه است. شروط الصلاة. الشروط جمع شرط والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. اینو باید که ازیاد کرده شود. اقلا همین عباره باید که بارک الله فیکم ازیاد کرده شود. شروط گفتن جمع شرط را میگویند. شروط این جمع شرط را میگویند. و شرط چیست؟ شرط آن چیزی را میگویم که از نبودنش نبودن لازم میشود، یعنی مادامی که اون نیست هیچ کار کردن نمیشود. ولا یلزم من وجوده وجود، و لازم هم نیست که وی باشد و یگان چیز به وجود آید. این قاعده اساسا. والمعنى انه يلزم من كون الانسان غير متطهر الا تصح الا تصح له صلاة. معنی این است که لازم می شود که وقتی که انسان بی طهارت باشد نماز برای او درست نشود. برای چه شخص اگر بی طهارت باشد، انسان بی طهارت باشد، نمازش برای درست نشدن واجب است؟ زیرا اینکه لأن شرط الصلاة الطهارة، چون که شرط نماز طهارت است. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. بنابراین این قاعده رو ببینید، و الشرط هو الذي يلزم من عدمه، یعنی شرط آن چیزی رو میگن که از نبودن او العدم است.
ای من یعنی عدم شرط عدمی چی؟ لازم می شود العدم. خب اگر یعنی که مراد از شرط گویم طهارت باشد و شرط نماز طهارت باشد، خب من عدمی همون طهارت نباشد، شرط نباشد دیگه، یلزم العدم، نماز هم نیست. اینجا عدم به معنی چی؟ نماز است و مراد از این شرط همون شرط های 9 شرطی چی را نماز گفته شده. من در اینجا طهارت گفتم برای خاطر چه معنا فهم شود گفتم. یعنی و شرط آن چیزی است که الذی یلزم من عدمه، لازم است، حتما هست که از نبودن او نبودن، یعنی از نبودن وضو نماز هم نیست. ولا یلزم من وجوده وجود، و لازم هم نیست که از بودن او چی به وجود آورده شود، یعنی اگر وی باشد حتما نماز خوانده شود، نه. یعنی طهارت دارد انسان حتما اون باید که طهارتش نشکسته نماز خواندنش در کار، این خیلی نیست. بعضا می شود که انسان طهارت میکنه لیکن یگون نماز یگون عبادت نکرده چی طهارتش میشکند. فهمیدید؟ برای میگوید که ولا یلزم من وجوده، از وجودی همون شرط یعنی از بودن طهارت وجود لازم نمی شود، یعنی باید که نماز خواند حتما گفتگی گپ نیست. بنابراین میفرماید که والمعنى انه یلزم من کون الانسان غیر متطهر الا تصح، لازم است که وقتی انسان بی طهارت باشد برایش نماز درست نشدن واجب است. لأن شرط الصلاة الطهارة، چون که شرط نماز طهارت است. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، یعنی الله نماز کسی از شما را قبول نمی کند وقتی که طهارتش را شکسته باشد تا وضو نسازد. رواه البخاری و مسلم عن ابی هریره رضی الله عنه، حدیث را بخاری مسلم از ابو هریره روایت میکنه عبدالرحمن بن صخر الدوسی. وقد يتوضأ الانسان ثم يحدث دون ان يصلي صلاة بذلك الوضوء. شیخ میفرماید که بعضا میشود که انسان وضو میسازد ثم یحدث، بعد چیکار میکند؟ طهارتش میشکند بدون اینکه یگون نماز خواند بذلك الوضوء، به همون وضو است، به همون طهارتش. فلا یلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، برای همین بود که لازم نیست که لازم نمیشود که از بودن طهارت باید که نماز به وجود آورده شود یا که نماز را گزاریده شود. بارک الله فیکم. نکتفی انشاءالله، بعد هر یک کدومش درس آینده به تفصیل میگذاریم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا. الحمد لله رب العالمین.